یه فیلم میخوایم ببینیم، خیلی باید در جای امن و آرام و درست حسابی باشید اینو ببینید. هیچ کار خطرناکی نکنید، غذا نخورید، تیغی چاقویی دستتون نباشه، بشینید آرام این فیلمو ببینید. ما چند شب پیش رفتیم ماشین منو بنزین بزنیم و اینا، بعد دیدم زمانی که داریم میزنیم کارت یه خطایی داد، دوباره برگشت به حالت عادی و دوباره که بنزین زدم. نفهمیدیم داستان چی شد، اینا بیخیال شدیم رفتیم. دیروز رفتیم ماشین امینو بنزین بزنیم، دوباره همین داستان توی پمپ بنزین آبادان پیش اومدش که دوباره دستگاه اخطار دادش. بعد امین متصدی صدا کرد گفت چرا کارت داره اخطار میده و اینا. گفت نه آقا اخطار نمیده، دولت تعیین کرده از کارت هر کسی که داره بنزین میزنه 1 لیتر برای مردم لبنان کم میشه. یعنی شما چه بخوای چه نخوای هر موقع که داری بنزین بزنی 1 لیتر رو بعد بدی. من خودم به شخصی که اصلا راضی نیستم، ان شاءالله حروم باشه. به خدا حرومه، وجداناً حرومه. یعنی اون 1 لیتر بنزینی که از اینا میگیرید واقعا درست نیست. از هر کی میخواید بگیرید ولی از اینا نگیرید 1 لیتر بنزین. اینا خودشون نیازمندن، اینا مستضعف فکری ان، اینا باید بهشون توجه کرد، اینا باید بگی چه نیاز دیگه ای داری. من رفت میکنم، تو با این عقل چطور امورات شخصی تو انجام میدی؟ من 2 نفر رو میذارم زندگی تو رو بچرخونن. 1 لیتر بنزین از اینا نگیرید. یعنی ببین میگه دولت نمیتونه بنزین رو بفروشه پولشو بده، میاد از هر کارت سوختی هر بار میخوای بنزین بزنی 1 لیتر برمی‌داره میفرسته لبنان. چیپس از هر بسته یه دونه برمی‌داره، به خاطر این همش توش هواه. 1 لیتر اینا پس بدید. اینو گناه داره.